زمانوی برای خوانندگان و آموزگاران ساخته و استفاده داده شد و همچنین در جماعت دهات باز نوآوری ها کارهای آبادانی کرده شده ایستاده است و باید قید کرد که همه آن پیشروی های و نوآوری ها با دستگیری و هدایت های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت جناب عالی محترم امام علی رحمان شده ایستاده است. ما آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 صمیمانه از ته دل امروز سعید را برای همه مردم جمهوری تبریک و تهنیت گفته برای تنجی و آسودگی مملکت حصه‌گزار خواهیم بود و در آینده نیز امید داریم که جمهوری ما یکی از جمهوری های پیشرفته می شود و در همه ساحه ها پیشروی های و بالاروی ها مشاهده کرده می شود و همچنین در خصوصا با دستگیری پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان و برای ساحه معارف تغییرات و دیگرگونی ها پیشروی ها دیده شده ایستاده است که این همش با سعی و کوشش پرزیدنت مملکت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان شده ایستاده است. چطوری که میگویند پیشوای ملت یک شخص دوراندیش، یک شخص معارف پرور، شخصی می باشند که همه جبهه های بالاروی و تنجی و آسودگی مردم تاجیکستان را شب و روز در نظر دارند و در آینده نیز امید است که تاجیکستان ما باز گل می شکوفد، پیش می رود، آباد می گردد، مردم آن سپارش های پیشوای ملت را همه جانبه دستگیری می نمایند. در این دهه همچنین خدمت‌رسانی های طبی نیز خوب به راه مانده شده است. با این گفته های ما فعالیت مرکز سلامتی این دهه دلیل شده می تواند. این مرکز دارای 11 حجره کاری و 8 نفر کارمندان ساحه طب می باشد که همه روزه به مردم یاری طبی می رسانند. من جلیل اناره مدیر خانه سلامتی طبی موقعم از سال 2014 جانی خدمت میکنم. در خانه سلامتی شما چند نفر کارگر هستند؟ در خانه سلامتی ما 8 نفر کارگر، 6 تا همشیره‌های اردوی، 2 تا آزاده کار. با چقدر حال خدمت میرسونید؟ ما هم به 5518 نفر حال خدمت میرسونیم. ساعت فعالیتتون از چند تا چند؟ از ساعت 8 تا 5 بیگاه. روند ایمنیزاسیون کنی در منطقه شما چگونه است؟ چند فیصد اجرا شد؟ روند ایمنیزاسیون کنی در منطقه ما خوب رفتار ایستاده است. از دیگر ریاض دیده خانه سلامتی ما به نقض ایمنیزاسیون کنیم. فعالتر ایمنیزاسیون ما ایمنیزاسیون کنیم یکم وای به 180 دوز مدرنا کنیم. دویم وای به علاقه 90 دوز کنیم با همه روز حاضر آمادگیش میکنیم و از سینوواکس کنیم 500 دوز 500 دوز از سینوواکس کنیم. کاراسیم آدمو فرماندهی کاراسیم کارکاس. دوام 30 سال استقلال چه تغییراتی شما مشاهده کردید؟ چه پیشروی شد؟ چه دستاوردها نصیبتان گردید؟ در دوام 30 سال استقلالیت من نصیب آمدم خانه سلامتی که از ما در اینجا کار و فعالیت بریم. همه خانه سلامتی ما در بدل سالهای استقلالیت سال 2014 اینجا کار کردیم. ما اول بنگاه طبی نبود، هر کجا بود کار می‌کردیم، در چای خانه و یک مغازین و همه جا. مثلا ما هم بنگاه طبی نقض زمانی ساخته دادن. از او رحمت اینجا کار کردیم. هم بنگاه طبی برای ما نصیب شد.
бисёр мехостем аз дигар иншооти фаъолияткунандаи ин деҳа низ дидан намоем, аммо бо баъзе аз мамнуиятҳо имкон наёфтем. ин буд барномаи навбатии тоҷикистон хонаи умеди мо аз ҳудуди ҷамоати Дехаи Могиён. боздиди мо аз